به قرآن دارم میگم. یعنی شما میشه اون بیزنس رو 1 دقیقه بپرسم؟ در 1 دقیقه. الان من یه مدرسه بزنم، خودم پول داشته باشم، معلمای خفن شهر رو بیارم، شهریه بزنم، 29 شهریه مال خودمه. شهریت رو ببین، شهریه بحثش یه مدل عجیب غریبی. داری باز آفرین راجع به چیز بود. من در 15 تا اولش حال کردم، از مهموناش واقعا دیگه نمیتونستم تحملش کنم. من عاشق جیسونم. چرا؟ استفان؟ نه من میشناسم جیسون شمس. ولی ببین نمیتونم، به خاطر اینکه من وقتی اونو گوش میکنم احساس میکنم واقعا دارم وقتم تلف میکنم. کی جیسون؟ اصلا کلا مستی و راستی. آفرین. اصلا حس میکنم هیچی به من اضافه نمیکنه. اول که اون جمله میگه حس میکنم مثلا اینو گذاشتم که مثلا یخت چیه هیچ کاری نکنم. میدونم هدفش این نیست، اصلا کاملا میدونم هدفش این نیست. این که من بگم که مثلا من حال نمیکنم و اینا داله بر این نیست که بگم که مثلا پادکست بدیه، بد و خوبی مثلا تعیین نمیکنیم و اینا. ولی مثل رضا بهشتی شده، مثل صدا آخه به نظرم خود کاراکترم کاراکتر جالبی نیست. من دقیقاً یه مشکل همینه. آدم باحال نیست. باباش خیلی خفنه. من باباشو میشناسم و اون زمانی هم که کشتنش واقعا اینطوری بودم که هرچی دهنم در اومد گفتم. آدم حسابی بود. ببخشید. خیلی پیش نیاد هر آدمی انجام بده. واسه همین به یک لول نمیگم حالا معنویت، یه لول جالبی رسیده که اونا رو توی تعریف کردن خاطره‌هاش و اتفاقاتی که واسش افتاده نمیدونم چه بگم، خودت خیلی کانه. آخه من یه چیزی این اپیزودی که در میگم جالب به نظر من خاطر و تجربه جالب وجود نداره. خاطر تجربه تو هم برای خود باحاله. مال من اون فلسفه که اون توی اون قضیه بهش رسیده و به تو داره پوینت اف ویو میده. آخه پوینت اف ویوی ببین به نظر من ولی میگم مثلا چه میدونم اون چیزی که داره تعریف کنه تو راجع به خودت یه چیزی میگه. این واسه من تجربه من خیلی اصلا آدمی هستم که پادکست دوست داشته باشم، اصلا از اول خوشم نمیاد بلکه گوش کردم با بچه‌ها واقعا. ولی به نظر من چیزه شما مثلا خیلی خوب نشناختینش، یعنی شاید اینجوریه. من بذار الان من پادکستش باز میکنم میگم زور میگم. من خیلی از اپیزوداشو گوش کردم. یعنی تصویر خونه‌ش شده شب. شما شادمی هستی شما؟ نه انتقاد بهش هست که مثلا خیلی کارهای کسچه میکنه، خیلی مثلا مشکلات اخلاقی داره، مشکلات اصلا کاراش بد شاید باشه، شاید مثلا جهتگیری‌های بد داشته باشه. بعد ببخشید یه آهنگش هست که آهنگاش که من اصلا حال نمی‌کنم. من واقعا آهنگم مخالفم. ببخشید آهنگش خیلی بده. میدونم کینگرام تو خیلی جالب تر از منی، ولی من الان چند تا گوش داریم؟ تا اپیزود 20 شد، اپیزود 20 91% گوش کردم. میشه از اون طرفم باز گوش کردم، یعنی حتی از اولیام گوش کردم. ولی قبلی یه صدام خوب بود، عقده بود واقعا مسیاراستی رو نه. اینه که پلن کلی هر اپیزودش مشخص نیست و تو نمی‌خوام بچی میگم. همین بدم میاد. من دقیقاً از اینکه بدونم بچم میشم بدم میاد. میتونی قصه گوش بدی. همین دیگه اتلاف وقت. نه گوش بده. سکوت. بارسلونا. اون میدونی کجا اومده؟ از بارسلونا. بعد دیگه چه پادکستی؟ دیگه سویچ کن رو موضوع بعدی. خب دوباره ما یه دونه کتاب صوتی هم از فیل در اتاق توی ساندکلاود پادکست، توی کست باکس هم هست. تو کست باکس و یه ساندکلاود پادکست هم هست که بچهای دونده است، اسمش هست لیبیدو، راجع به سکسه. بعد به جز اینکه خود پادکست راجع پادکست بقیه حرف نزن، راجع خود اون شکل
تموم شد. خود شکل پادکست هم باحاله به نظر من، بجز این که حالا اطلاعاتی که میده چقدر جالبه. مژگان من خیلی حرفا بعدش خدمت درس کنم که بعد دیگه موضوع بعدی هم این بود که راجع به این که چیزی که می‌خواستیم حرف بزنیم اینه که کار کردن با خانواده چجوریه. امیرحسین اینجا 7 سال یا 8 سال 9 سال مدیر مدرسه بوده زیر دست باباش. یعنی خودت میخوای توضیح بدی چند سال کی 8 سال 9 سال مدیر مدرسه نبودم من. اشتباه شد فکر کنم من 94 کنکور دادم، خرداد تجربی هم بودم. فکر کنم کنکور تجربی 94 24 خرداد بود یا 23 خرداد یادم نیست، ولی جمعه روزی بود. من شنبه صبح به زور با بابام رفتم مدرسه، یعنی به زور من کنکور که دادی رفتی مدرسه. من دبیرستانت هم مدرسه بابات بود؟ نه من بابا متوسط اول مدرسهش. یعنی چندم تا چندم؟ هفتم هشتم نهم. راهنمایی میشه راهنمایی قدیم. بعد ارزم به حضور یعنی که اون تو رو برد همونجا بعد از اینکه به مثلا زور منو برد اونجا و من رفتم اونجا و تقریبا تا 1 سال 1.5 سال اول کار دفتری میکردم. بعد یه سال اینطورا که گذشت معاون آموزشی شدم. 2 سال معاون آموزشی بودم. سال 97 رفت مکه. کی؟ شهریور، اول شهریور 97. اول شهریورم که نه دیگه میشد مثلا 28 9 مرداد آخرین پروازا بودن که رفتم به سمت عربستان. بعد نبود 1 ماه و من اون 1 ماه میتونم بگم که مثلا من بودم و 2 تا خواهرام دیگه. دهنم سرویس شد و مدرسه رو چرخوندم 1 ماه شهریور. حالا اونایی که خانواده هاشون معلم فرهنگی شاید یه ذره بهتر از من بدونن. این مدلیه که تو همه کار مدرسه تو شهریوره. یعنی تو دانش آموزا رو شهریور میزنی تو سامانه، تو دانش آموزا رو براشون روپوش شهریور میگیری، مدارکاشون شهریور جمع میکنی، برنامه کلاسی تو شهریور. من اصلا طالبش فکر نکردم چه کار عجیبی داره. برنامه کلاسی تو شهریور میبندی. شهریور تازه مشخص میشه شهریه مصوب آموزش پرورش چقدر باید چقدر اعلام کنی، قرارداد بودجه بندی کنی با مثلا باید با معلمات بودجه تو ببندی، قرارداد تو ببندی. بعد مثلا پیش بینی کنی که چند تا کلاس خواهی داشت در طی سال. بعد معلوم میشه که چند نفر از کدوم منطقه دارن میان که براشون سرویس هماهنگ کنی. همه این کارا رو تو شهریور باید بکنی. ببخشید یه سوالی دارم. مدرسه یه سوال دارم. یه مدرسه میتونه فرض کن من یه آدم رندومی ام، خب من میتونم مدرسه بزنم؟ خیر. باید چی باشم که مدرسه بزنم؟ ببین قوانینش تقریبا میتونم بگم که از آخرین باری که من میدونم خیلی تغییر کرده، ولی این مدلی بود که فکر میکنم باید ازدواج کرده باشی، بالای 30 سال باشی و نیروی رسمی آموزش پرورش باشی. بوده باشی یا باشی در حال یا باشی یا بوده باشی. معمولا بازنشسته‌های آموزش پرورش این مدلی ان که میرن یه مجوز مدرسه غیر انتفاعی میگیرن. ولی ما مدرسه هم سال 78 دایر بود. یعنی 78 79 اولین سال تحصیلی مدرسه ما بود. بعد 79. آره. یعنی من 2-3 سالم بود. خب من خودم 2-3 سالم بود. بعد اون مدرسه راه افتاد و داستان این که مدرسه چجوری راه افتادن خودش خیلی خنده داره. خیلی عجیب غریبه. من چند تا سوال بپرسم؟ ببخشید. خواهش می‌کنم. نه منحرف نمیشیم. نه اتفاقا می‌خوام بپرسم. راجع کاره بود دیگه بحث اصلی دیگه. کار کردم به خانواده. اما این 2-3 تا سوال داشتم. یکی این که علی اینقدر می‌کنم یادم رفت سوالا. به قرآن دارم میگم. یعنی شما میشه اون بیزنس رو 1 دقیقه بپرسم؟ در 1 دقیقه. الان من یه مدرسه بزنم، خودم پول داشته باشم، معلمای خفن شهر رو بیارم، شهریه بزنم، 20 شهریه مال خودمه؟ شهریت رو ببین. شهریه بحثش یه مدل عجیب غریبیه. چطوریه؟ اینطوریه که آموزش پرورش هر منطقه‌ای مثلا شهرستانه استان تهران آموزش پرورشش از استان تهران جداست.
آموزش پرورشی شهر تهران و آموزش پرورشی کل شهر تهران. یعنی ما تو استان تهران 2 تا اداره کل آموزش و پرورش داریم. یکیش برای شهرستان هست، یکیش برای شهر تهران. بعد چجوریه؟ منطقه به منطقه متفاوته. یعنی مثلا تو پاکدشت مدارس میان یه اظهارنامه طوری پر میکنن که آقا من پارسال انقدر دانش آموز داشتم، انقدر کلاس داشتم، انقدر به معلمان حقوق دادم، انقدر فضای آموزشیمه، انقدرم دارم اجاره میدم. بعد که این کارو کرد بارگذاری میکنه رو سامانه، بعد میاد پیش بینی میکنه، میگه من برنامه‌م اینه که برای سال بعدی انقدر کلاس اضافه تر برگزار کنم، انقدر دانش آموز داشته باشم، انقدر کلاس داشته باشم، انقدر معلمان باشن، انقدر پرداخت کنم بهشون. همه اینا رو میزنه. بگاشون صدا نیاد. همه اینا رو میزنه، بعد میره برای منطقه نه خوردم باحاله. نه معنی اداره کل، میره به اداره آموزش پرورش اون شهرستان یا اون مثلا منطقه آموزشی، مثلا اداره منطقه آموزش پرورش منطقه 1 تهران، میره برای اون. بعد یه واحدی اونجا تو اداره هست به اسم واحد مشارکت‌های مردمی، قدیم اسمش غیر دولتی ها بود. بعد اونا میان کارشناساش بررسی میکنن اون چیزو، اون چیزی که تو زدی نه در این حد بگم من ریز می‌خواستم. خب می‌خواست توضیح نه تو همش بذار بگم جمعش کنم. تو همش دستت نمیاد کل 20 تومنه، حالا تو پول معلما رو میخوای بدی و پول اجارت رو میخوای بدی، همه اینا به کنار، اون پول رو تو تعیین نمی‌کنی که چقدره، باز دوباره دولت تعیین می‌کنه تقریبا، مگر اینکه بتونی زد و بند کنی دیگه، یه جوری فروش کنی به شهریت، مثلا شهریه مکمل میبنده 7-8 تا بند میتونی اضافه کنی به شهریه. خب بپرسید من معذرت. همین دیگه می‌خواستم توضیح بدی که خب حالا تو بگو که کار کردم با خانواده، چون داریم خواهرام بودن دیگه، کلن کار کردم الان که کلن یه کار دیگه داری میکنی. نه دیگه یه جای دیگه شرکت کار میکنی الان یه ساله و یه جای ولی مدرسه هم سر میزنی، یعنی همون مسئولیت رو داری انگار، یا همونقدر بیشتر شده یا کمتره؟ افتضاح‌تر شده. من 3 جا کار میکنم. من مدرسه رو سال 99 از شخصیت حقیقی که به اسم بابام بود مجوزه تغییر دادم شخصیتشو، یه مؤسسه غیر تجاری ثبت کردم، مدرسه رو بردم زیر لیبل اون مؤسسه که رئیس یاد رئیسه اون مؤسسه منم. بابا مدیر عامل، بعد مامانم هم شده عضو هیئت مدیره. آره دقیقاً. گفتم برادرم لیلا. حالا برنامه چیه؟ برنامه اینه که مدرسه زیربرند این مؤسسه است، خود مؤسسه یه فعالیت جدایی میکنه، یه فعالیت خدمات آموزشی جدایی میکنه که اونم خواستیم بهتون توضیح میدم. مدرسه هم هست، یعنی من الان هم دارم مدرسه رو تقریبا منیج میکنم، هم مؤسسه رو دارم منیج میکنم چون بابام نمیکنه این کارو، و یه شرکت خصوصی هم کار میکنم سمت تو تهران جردن که کار اجاره اقامتگاه انجام میدیم. لوکو گفت سمت جردنه. خب حالا یه سوال این که کلا حالا من چون اصلا هیچ ایده ندارم، الان که گفتی برام باز شد که مدرسه چقدر جای عجیبیه تو بخش مدیریتش، یعنی کار هست، یعنی کاری که حالا یه سری آدم میان وای میستن، یعنی دیده من با من آدمی که مدرسه رفته اینه که یه سری آدم میان وای میستن و حالا نکن و بشین و مثلا حیوون و در این حده مثلا، ولی اینا همه مدیر، یعنی من یه سوال دارم، تو محیط کاری مدرسه هم حاشیه وجود داره مثلا بین معلم‌ها؟ واقعا دارم میپرسم، مثلا با هم بد باشن تو سعی کنی مدیریت کنی اینا رو؟ خیلی آخه عجیبه جدی. حالا به مدرسه از درون اتاق مدیریت فکر نکردم. به مدرسه اصلا این مدلیه که تو دبیرات اگر که کسی بدون از یکی دیگه داره کمتر میگیره، حتی اگر معلم مثلا تفکر و سبک زندگی باشه، مثال میزنم این درس تفکر سبک زندگی یه درس، آره امتحان پایان ترم هم نداره، درس جدیده، مثل پرورشی خودمونه، یه کتاب واسش زدن، کتاب جالبی داره، من خودم تدریس کردم کتاب رو، خیلی کتاب جالبی داره، 2 ساعت کتاب جالبی داره. تو داری میگی؟ من پای هفتمش یه سال تدریس کردم. یه اشتباهی کنم شما تو مغزم میرسه. خب دیگه نه برای نوجوان تو اون سن خیلی کتاب مفیدی. الان بحث ما اینه که واسه تو مثلا آسون بود با بابات کار کنی یا مثلا کلا اعضای خانواده کار کردن باهاشون؟ نظر چیه راجع به شما موقعی که رفتم مدرسه؟ الان بعد این همه سال همون ابتدا رو میخوام بگم که حسم چی بود نسبت به وضعیت. اینطوری بودم که من حاضرم، یعنی قبل از اینکه اصلا بحث مدرسه باشه، من حاضرم تو جوب بخوابم معلم نشم. من مامانم، بابام، خالم، شوهر خالم
4 تا عمه ها، شوهر عمه ها، عمه های بابام 2 تاشون، شوهر عمه های بابام، اشتباه بزرگ. همه معلم، شوهرای بابام همه معلمن. و اینطوری بودم که حالم از این شغل به هم میخوره، من نمیخوام معلم شم، ولی به زور منو برداشتن بردن و اینا. یه نظریه هست میگه که تو هر کاری رو یه تایم زیادی انجام بدی خود به خود بهش علاقه‌مند میشی. یعنی اگر که تو شغلت اینه که هر روز اینو از اینجا بلند کنی بذاری اینجا، تو مثلا یه تایم طولانی که اینو انجام بدی به اون کار معنی میدی و برای تو اینجوری میشه که این بهترین کاره. ولی نه، من واقعا خوشم نمیاد مدرسه. بعد با بابا چی؟ مثلا اینکه با بابات مجبور شی از اون سن کار کنی جواب نمیده. یه چیز دیگه میگه الان داره. ببین آموزش برتره. خب با بابام کار کنم سختی داشته یا نه؟ سوال مثلا میخوام ببینیم چه چالشایی داشتین. من هنوزم بابام آقا احمدی صدا میکنم. نه بابا، و من بابی صدا میکنم. میتونم بگم که من و بابام هیچ وقت الان تو این 7-8 ساله با هم دعوا نکردیم، فقط سر کار دعوا میکنیم. نه بابا، و راجع به کار واقعا هر روز، یعنی من بابا هر روز خدا ما با هم دیگه دعوا میکنیم سر کار که اینو اینجوری کردی تو اونو اینطوری کردی. خیلی سخته به این جهت که اون یه چیز سنتی یاد گرفت. من بابام بچگی کار کرده و نظرش این مدلیه که این جوجه چی میگه. با 5 دبستان با نیسان کار کرده و اینطوری که چی میگی اصلا تو. ولی از یه جایی به بعد دیگه واقعا متوجه شد که نه، پلن عوض شده و این فلو رو باید بریم جلو. یعنی کلا حق رو به خودت میدی که 100% همه جا حق با تو بوده تو این طول این مدت. آره تو طول این مدت آره امکان نداره مثلا تو این 7-8 سال نه ببین یه جایی به بعد میشه. من خودم مثلا دارم میگم که منم با بابام کار کردم و تجربه کثافتی بوده. خب حالا برای امیرحسین من نمیدونم، برای من کار با بابای من این شکلی بود که این بابای دیگه یه روز حال داره، حوصله داره، تو میری بهش میگی آقا من یه ساعت زودتر برم، میگه برو. خب ممکنه 3 روز بعد بگی تو گو خوردی ساعت 2 رفتی، من این ساعت کاری تا 3 نیست مثلا، من اینجا مثلا میدونی. یعنی این اتفاقات میفته. ولی برای من بر خودم جالبه که من بابام برای یه سری کارهایی که مثلا ما می‌خوایم بکنیم زنگ میزنه و با من صحبت میکنه. یعنی یه زمانی من میرفتم بابام میگفتم آقا من که عشق میکنم، حالا درست آخرشم کاری که من میگم نمیکنه واقعا، ولی همین که زنگ میزنه یعنی به تو یه پوزیشنی میده که مثلا آقا تو حالا یه ذره عقلت میرسه. خب یه چیزی بگو. الو زانو رو چطوری عمل کنم؟ نه من ولی واقعا جدی آرزوم بود مثلا با بابام کار کنم. علی خفیش واقعا به خدا، ولی نمیتونم. مثلا چیکار کنم؟ اصلا تجربه باحالی نیست. اصلا تجربه باحالی نیست. یعنی من دارم میگم دیگه منشی بشم هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم. زانو مثلا میگیرم تو بارو نگه دار بابا ببره آفرت. نه ولی تجربه بانمکی یه اتفاقی که مثلا شاید جالب باشه همیشه بین من و بابام اینه که بابای من نمیتونه کارو از تو خونه تفکیک کنه و احساس میکنه که تو بعد مثلا چیزای کارو میاره تو خونه که تو آدمی هستی که 24 ساعته در اختیار منی. تو 24 کارمند منی، در هر چی بگم تو زندگیت کارمند منی. یعنی شب میخوابی کارمند خوابیدی، صبح بلند میشی کارمند من بیدار میشی. واقعا اینجوری هست یا داری بزرگنمایی؟ نه همینطوریه. چرا میگم اینطوریه؟ چون مثلا دارم میگم من الان دارم 3 تا کار میکنم دیگه. منهای این 3 تا کار حالا تمرین تئاتر میکنیم و اینا به کنار. مثل چی؟ من تئاتر هستم. دیدی تو اون ویدئوی مسی تو نماها فیلمو چیه؟ شنیدم. دنبال کن حتما. میگم آخر برنامه صدا تو یه دفعه آخرش برمیگره مثلا همه گفتم مرسی. برنامه صدا تو یکی برو دیگه بهت میگه مرسی من انرژی تئاتر. خب بقیه بگین شاید یکی شاید برنامه صدا تو باحاله مسی توشه. نه یکی از دوستان ما هست بعد تاش میگه که مثلا هیچی نمیگه آخرش میگه مرسی بفرمایید. میگه مرسی و اون میگه من هنرجوی تئاترم. خیلی بی ربط از هیچ. نه این که حالا بی ربط نبود، یعنی اون واقعا تئاتر سنگینه برام. من میدونم. بعد
اینطوریه که هر زمانی که احساس بکنه که اون کار گیره زنگ میزنه و بعد جوابشو ندی ناراحت میشه. بعد حالا جوابشو میدی، توقع داره که تو اون لحظه‌ای که الان اونجایی و داری مثلا یه تسک سنگین رو بالا سر 4 نفر دیگه انجام میدی که دارن مانیتورت هم نگاه میکنن و دورت وایسادن، توقع داره که اون تسک رو همون لحظه انجام بدی و بهش بگی که مثلا کار اینطوری این انجام فکر میشه. نکنم فاز بابای تو بودنش این کارو بکنه. شاید مثلا یه کس دیگه هم اگه جای تو چیز بود اینقدر مثلا همچین مسئولیتی داشت تو مدرسه، شاید با اونم همینجوری برخورد میکرد. نه اینجوری نیست. خصوصا میتونم بگم که من یه چیزی بالغ بر از برج 8 تا برج 4 امسال باش کار نکردم. حتی من واقعا پیش بینی می‌کنم مثلا سختگیرتر باشه بابا تو کار تا اینکه اصلا بابا تو کار آخه جدی داره میگه. ببین بابات یعنی جدا از اینکه تو اصلا خونه احساس میکنه صاحبته، دیگه میگه کارم داری پیشم میکنی یا کنارم پول در میاری دیگه. اینجا تو پت منی یعنی یه جورایی. بیا مثلا من بدیم کجا بشاشی. من امروز مدرسه بودم تا ساعت 12:56 12:07 دقیقه به من زنگ زده. 10:01 تو مدرسه بودم بهم زنگ زده. 12:56 دقیقه بهم زنگ زده. 17:57 دقیقه بهم زنگ زده. 16:57 دقیقه بهم زنگ زده. نه بابا واسه بابام تو کالاگم نیست. نیست تو خیلی و وقتی دائم من باهاش در تماسم. میتونم بگم که از همه بیشتر من کار میخواد، در صورتی که حالا مثلا شاید من دریافتی که از اون طرف دارم چیزی نباشه. ولی به نظر من امتیاز مثلا خوبی بود واسط که بلافاصله بعد اینکه مثلا کنکور دادی دانشگاه رفتی خودت یه کاری هم مشغول شدی. میتونم بگم آره، هم به یه کاری مشغول شدی، هم غیر مستقیم یه مهارتایی تو رشد پیدا کرد. مثلا الان داری کار HR میکنی، کار مثلا منابع انسانی میکنی، نمیدونم حالا مؤلفه‌اش چیه، ولی یک چیز مهمش اینه که ارتباطت با آدما مثلا یاد گرفتی، بلد باشی. مثلا کسی که مثلا چندین سال تو دبیرستان مثلا تو مدرسه راهنمایی با پدر مادر سر کله زده، با بچه سر کله زده، با آدمای مختلف، اولیای کله زده. آره با آدمای مختلف. یعنی بعد ممنون باشی به خاطر این چیز جالبی بگم. سال اولی که رفتم مدرسه، من سال اولی که رفتم مدرسه یه سری از شاگردان 3 سال من کوچیک‌تر بودن. نه 79 بودن، چون من جهشی خونده بودم، یه سال زود رفته بودم مدرسه. بعد اون بچه‌هایی که مثلا نهم بودن و من مثلا شده بودم دفتردار مدرسه‌شون، اینا 3 سال از من کوچیک 79 بودن و خیلی تجربه. و کلا رفتارتون تو مدرسه یکم یه لول با چیزی که ببخشید میترسن ازت یا آدمی داریم که تو مدرسه اصلا هم ازت نترسه؟ من نمیبرم اصلا به اون سمت. همینو میخوام ببینم چیکار میکنی، چون سخته واقعا. با آدم کردن و بله واقعا میترسن، چون تو به عنوان مثلا شهاب قدرتی نداری، تو یه آدم عادی، ولی وقتی میشه پوزیشن قرار میگیری دیگه تو یه کاریزمایی داری و خیلی طبیعیه. خفشو پارسا بیاین. ولی بخوام بگم مثلا مدرسه بچه‌ها خیلی باشون این مدلی برخورد میکنم که اونا رو مثل خودم میبینم، چون یه ذره سنم نسبت به بقیه معلم‌ها بهشون نزدیک‌تره. اینطوری هم که منم مثل اینا بودم و باشون رفیقم، به اسم کوچیک صداشون میکنم، مثلا بهشون گیر نمیدم که آقا مثلا چرا موهات این شکلیه، لباس چرا اینجوریه و فلان و اینا. ولی اینطوری هم هستم که آقا چرا دیر اومدی؟ چون دیر اومدن رو من نمیفهمم تو مدرسه. چرا انقدر غیبت داری؟ چرا مثلا تکلیف رو انجام ندادی؟ برای چی معلمت ازت ناراضیه؟ چرا درس رو نخوندی؟ چون از اون طرف هم تو باید یه چیزی در نظر بگیری، اونم والدین بچه‌ها که آمال آرزو دارن به هر حال راجع به بچه، یعنی چون همینطوری که داریم صحبتش می‌کنیم خودشون مالک بچه میدونن و فکر میکنن که اون بچه رو باید اون آرزویی که میخوان براش رقم بزنن. مثلا یه سریاش هم تو سر تو، یه سریاش فضایل اخلاقیه دیگه. مثلا احساس می‌کنی دیر کردن کار بدیه دیگه. حالا اوکی موهاتو می‌خوای بلند کنی بکن، ولی دیر نکن. میگه بچه من بچه خیلی خوبیه و یا بچه باهوشیه. امروز یکی اومده بود مدرسه ثبت نام کنه، برای میان پایه اومده بود، یعنی برای پای هفتم نیومده بود، نمیگم چه پایه اومده بود ثبت نام کنه. بعد گفت که من بچه‌م خیلی بچه خوبیه و اینا، شما شهریتون چقدر، چیکار می‌کنین، مثلا چیا درس میدید؟
نه خانم من شرط اولم اینه که اول باید پسرتو ببینم، پسر مدرسه رو ببین اصلا خوشش میاد از محیط، از در دفتر میاد تا قیافه من شاید بعدش بیاد نخواد اینجا زندگی کنه. بعد من حالا مثلا راجع به اینا صحبت میکنم با گفت نه من پسرم خیلی پسر خوبیه، خیلی پسر باهوشی و فلان و اینا. به اینا تقدیرنامه هاشه، یه پرونده انقدی تقدیرنامه اینجوری میدادن. گفتن خانم من اینا رو نمیخوام، کارنامه‌شو بده. کارنامه‌شو داد و گفت البته تو پایه 7 و 8 خیلی افت کرده. دیگه گفتم چه پایه بر پایه 9 اومده. پایه 7 و 8 خیلی افت کرده. الان میخوام جابجاش کنم که این افتش جبران شه. پایه 6 همش خیلی خوب بوده و هم مثلا چون توصیفی شده کارنامه راهنمایی هم نداره. نه شدیم 6-3 تا 6 ابتداییه. ابتدایی توصیفیه. نیاز به تلاش بیشتر، قابل قبول، خوب، خیلی خوب. اینا رو داره. من تو درسی که ما خوندیم همون مثل سگ بود و نمره قبولیه رو بیاری. الان میافتن آدما یعنی تو ابتدایی پایین ترینش چیه؟ میگم امیر حسین نیاز به تلاش بیشتر. نیاز به تلاش بیشتر میافته. بعد بیاد دوباره مثلا دوره تلاش کنه. وای چی کثافت. راجعت اینم من میتونم خاطر بگم ولی بذار اون بحث هیچ من نپریم. راجع هم قضیه صحبت کنیم. راجع چی حرف می‌زدم؟ راجع به این بچه‌ای که خیلی باهوشه. آره بعد مثلا پروندهشو نگاه کردم، آره 6 خوب بوده، 7 و 8 خراب کرده و اینا. تا ابتدایی خیلی خوب بوده، اومدیم مدرسه خراب شد و این حرفا. پرونده از اول ابتدایی کارنامه‌شون تو هست تا مثلا همون پایه که داره میاد تحصیل کنه، ثبت نام کنه. سوم ابتدایی علوم و ریاضی نوبت اول و نوبت دوم قابل قبول، یعنی 10. ادبیات فارسی خوب، یعنی 14 تا 17. نگارش قابل قبول، انضباط خوب. انضباط از عالی هم داره، یعنی یه دونه لول بالاتر داره. عالی به همه میدن عالی، به این دادن خوب، یعنی 2 تا اومده بودن پایین‌تر از خیلی، یعنی وحشت. چندمش؟ سوم ابتدایی. سوم میگه که من با محبت گفتم خانم این بچه خیلی پایش ضعیفه و فلان اینا. گفت نه ما با این آقای معلمشون مشکل داشتیم. من سال بعدی مدرسه‌شو عوض کردم و حالا خوب شده و اینا. سال 4مش رو نگاه کردم دیدم باز ریاضی نوبت اول قابل قبول، علوم نوبت دوم قابل قبول. بعد مثلا ادبیات فارسی خوب، مثلا چه میدونم مطالعات اجتماعی دارن، یه چیز دیگه هم دارن. هدیه‌های آسمانی مثلا قابل قبول. بعد هدیه اینطوری بود که ما همه 20 میگرفتیم که بریم جمعش کنیم دیگه. این تازه قابل قبول، این قابل قبول. بعد گفتن خانم 4مش هم بعد مثلا 5مش هم همین وضعی بود. گفت ما 5م هم مدرسه‌اش جابجا کردیم، رفت پای 6م یه مدرسه دیگه. مدرسه پای 6مش همش خیلی خوب بود. بعد گفتم خانم میدونی چرا پسرت الان تو پای 7 و 8 این وضعی شده؟ کارنامه‌اش اینا معدل کتبیش 13 و 59 بود. بعد معدل کتبی نوبت دوم پای 8مش. بعد بهش گفتم که میدونی چرا اینجوری شده؟ گفت نه اینا. گفتم خانم از پای 3 تا پای 6 ابتدایی 3 تا مدرسه دیده پسرت، تو چه توقعی از این داری؟ 3 بار رفیقاش عوض کردی، 3 بار محیط عوض کردی، 3 بار مدیر و معاون و نمیدونم کست و کلا گذاشتی کنار، رفتی یه جای جدید، مسیر رو عوض کردی. بله. بعد توقع داری که مثلا این بچه خیلی خوب بشه، الانم بیاریش اینجا یقینا افت میکنه. حالا باز تصمیم خودت. معمولا خانواده‌ها اینا رو نمیبینن و فکر میکنن که خیلی من پسرم کول، خیلی خفنه. خانواده احمقن. لعنت به خانواده. شاتا تو خانواده‌های احمق. لعنت به خانواده‌های احمق. دلمون خواهم پوره. خانواده. خب دیگه چی بگم واسهتون؟ دیگه راجع پایه 6م تا فهمیدی 8م بگم؟ من نفهمیدم. داشته حساب که 8م میشه چندم؟ نه چه دنیا دیگه بودی. نه من داشتم گوش می‌کردم. 8 میشه سوم راهنمایی. آها جلسات اولیا مربیان. خب چیه ذره چی هستن واقعی؟ یعنی شما با یه هدفی در مدرسه این جلسات رو برگزار می‌کنی یا رو مختون باید و برگزار؟ خیلی مهمه. نه حاجی خیلی مهمه. خیلی مهمه.
اشتباه کرده. من ماما همش سر کار خیلی بودن، هیچ مهمه. وقت من خالم فقط میومد همیشه. خیلی خدا جلسه بیامرز. نه من مهمیه. مامان بابا خیلی میرفتم. ببین واقعاً- چرا واقعا خیلی میرفتم. مهمه پارسا. سبر و صبر میرفتم. ببین اول اینکه اینو بگم که تو بقیه جاهای دنیا مدرسه رو انجمن اولیا مربیان میچرخونه. کاری به هیئت ایران امنا نداره. مثلا اینا یا اون انجمن اولیا مربیان اونجا معمولا این مدلیه که اون دانش آموزی خوراکی که از نداره. همه بیشتر پول میده اولیاش مثلا یه امتیازی دارن تو انجمن اولیا مربیان. مدیر مدرسه رو اونا تعیین میکنن. فیلم چیزی خوابم مثل میاد کوچ دیدی؟ کارتر دیگه یه اعتراض مدارس مثلا. دولتی مثلا تو آمریکا خیلی این مدلیه که اصلا مدیر مدرسه رو توی سری از ایالت‌ها انجمن تعیین میکنه که کی باشه، از کجا بیاریم، به کی بگیم بیاد. و حالا چرا مهمه؟ به خاطر اینکه پروسش این مدلیه که تو هر ماه جلسه انجمن اولیا مربیان میذاری. جلسه اول جلسه انتخاباته. یه سری آدم از اولیای بچه‌ها میان کاندید میشن برای اینکه بشن نماینده بقیه اولیا پیش مدرسه. و اونا یه سری امتیاز دارن. مثلا اونا تعیین میکنن که از چه شرکت پیمانکاری برای سال بعدی اتوبوس بگیریم. من حتی توی رنگ روپوش دخیلن، اصلا با شرکت دوزنده، شرکت خیاط دوخت و دوست اونا قرار پارچه می‌بندن. فروش. یا مثلا دارم میگم راجع به کلاسای فوق برنامه اونا تصمیم میگیرن که چی باشه کی باشه. اردوها باز اونا تصمیم میگیرن که کجا باشه چه جوری باشه. چه دانش آموزی سال بعد باشد نباشد اونا اعمال نظر میکنن. و آدمایی که مهمن برای مدرسه، یعنی اونایی که میشن نماینده انجمن اولیا مربیان آدمای مهمیان، آدمای بی اهمیتی نیستن اگر اهمیت بدن واقعا به اون کاری که میکنن. من دارم مثلا رئیس انجمن اولیا مربیانم یه سال اصلا نیامد کلا هیچ کدوم از جلساتو، ولی مثلا دارم میگم عضو علل هر روز اونجا بود و پیگیر بود. و مثلا عضو علل انجمن شده بود تقریبا رئیس انجمن، چون دانش آموزا اولیاشون اگر که انتقادی داشتن به مدیریت زنگ میزدن به ما منتقل میکرد و به این شکل. ببخشید بپرسم من بازم نیستم میگم اون چیزا یادشه یادته مسیر که پادکست مثلا اردو می‌خواستیم بریم رضایت‌نامه می‌آوردیم آره. امضا می‌کردیم شما پولی نبود اصلا میدادن به همه دیگه. دوتش رضایتنامه ما نه چرا؟ مثلا می‌خواستم اردو ببرم مثلا یه نه. برگه میدادن. خب 200 تومن، خب شاید اون اردو 200 تومن بود. نه ولی بقیه همه اردو 200 تومن نیستیه. نه اردوها مجانی بود خیلی هاشم نمی‌دونم. یادم نیست اصلا. پول می‌آوردیم مثلا. یکی از اینو عجیب ترین علایزه. اتفاقا اینه که تو یه سری از دانش آموزای مثلا دوره بلوغ و ورد با خود ببری یه شهر. آفرین. خب بخوای تو بیا ما که کابوسه. تعریف کنی چون که از تخصصته. خاطر متخصص این قضیه است. مبینه بیا. یعنی یه خواهر مادری سرویس کرده از مدرسه، یکی خواهر مدرسه سرویس کرده دیگه. چیکار می‌کنی؟ یعنی تو تعریف کن مست حالا بودن چون بلوغ و مثلا چیز بدی دیدی؟ ببخشید نه یه دقیقه معذرت چه حد میتونیم یه دقیقه بگیم معذرت مثلا تو یه دقیقه یوتیوب؟ هر چی بخوای میتونی بگی. یه دقیقه من نمیتونیم ما بگیم معذرت مثلا یارو آره تجاوز فوقش میکرد فلان. نه تجاوز نباید بگی. فکر نکنم من یه چیزی بگم. سانسور میکنه یوتیوب. من یه چیزی مثلا فکر کنم بگم. یه حد آقا، چیزی تو رو داره، من مثلا بگم. یه حد. الان اردو میبرین شما؟ بله. اردو 2 بار در سال بود؟ فرق داره نه. 2 بار در سال. 2 بار در سال 1000 بار در سال. بس تو هر چقدر دلت بخواد میتونی ببری اردو بچه‌ها. اصلا هیچ لیمیتی به نداره. شما گفته بودن 2 بار در سال میشه. یه بار در سال نهایت آخه یه واقعا اصلا نمیشه از یه حدی. چرا؟ نه الان شدنش میشه می‌خوای ولی اردو مثلا سه چیزی 4 روز نمیشه. مدرسه کلا تعطیله. بعد دیگه آره دیگه. نمیتونی هر روز اردو به شما باشی. گفته بودن 2 بار در سال فقط میشه. قانونه قانونه که قانون اردو 1 بار یا 2 باره نهایت. ببین من بچه‌هامو حالا اینطوری میبرم اردو که یه بازه‌ای میبرمشون یه شهر دیگه، حالا مثلا اکثرا بردمشون مشهد و پارسا دوره خاطراتش داره زنده میشه. مشهد مست بود. مشهد مست بود. مست پارسا بودن با بچه‌ها. ببین مادر اردو رو سرویس کردن. واقعا دارم میگم. یعنی اصلا فکر کنم مسئول چیز اومده بهشون گفته آقا چیکار داریم. بعد ببین یه سری اتفاقات کثافتی افتاده که مثلا من یه سری صحنه میگم ازش. مثلا یکی رفته آفرین فرض کن یه عکسی می‌بینی از این که یه نفر توی دستشویی یا حموم
دستشویی بیهوش شده، اون یکی نمیتونه بره تو، میره از بالا میپره، ما داریم سعی میکنیم اون داره میپره و داره رو شیر فرود میاد، پس چه میشکنه طبیعتا بعدش و آب میگیره همه جا رو، آب میگیره هم. بعد علی رفیقمون داشت گفت من اینقدر پاره بودم که مثلا یکی از این معاونای آموزشی مدرسه گفت مثلا چیکار داریم میکنیم، بعد این فکر کرد که چیزی گفت الان میریم نماز، یارو من گفت دو دیس چه صافت زده تو چیز دیدی همین مثلا تو بگو. من عجیب ترین چیزی که دیدی مثلا چی بود؟ سال 97 زمستون 97 بچه‌ها بردم مشهد یخ زدم هنوزم یخ زده بودم. بچه‌ها رو وقتی میبری اونجا معمولا یه اکیپ 5 نفره‌ای هستن که تو اصلا دلت نمیخواد اینا رو ببری، هیچ دانش آموزی هم دلش نمیخواد اینا بیان چون بچه‌ن. ببخشید دور خیلی موتور نیستم بچه‌ن. آقا، خیلی بچه‌ن، یعنی مثلا اینطوریه که مامانم نه کجاست، اشتباه گفتم بس مثلا اینطوریه من دارم میخواد برگردم خونه اینطوری میشه خب، یعنی این انقدر بچه پای هفتم هم هستم معمولا. بعد تو اینا رو سعی میکنی که با همدیگه منیج کنی، همشونو میذاری کنار همدیگه توی یه کوپه، همشون هم با همدیگه میذاری توی سویت 4-5 تا. بعد اینجوری بود که من سویت خودت هم میذاری بغل سویت اینا، یعنی سویت معلم بغل سویت اینا رو شما دن سرویس کنا که حواست باشه اتفاقی افتاد سریع بپری تو. ساعت بعد بیم جلوتر یکم ساعت 4 صبح به خدا این عذر میخوام ساعت 4 صبح ما ساعت 9 شب رسیدیم تازه به به محل هتل استقرار و 6 ساعتی که تو هتلیم، یه شام زدیم و پاره ایم از راه چون 12 ساعت تو قطار بودیم. ساعت 4 صبح من دیدم صدا جیغ میاد از اتاق بغل. جیغ یعنی جیغ پسر، جیغ وحشتناک پسر. در رو وا کردم دویدم تو اون اتاق، در زدم در رو وا کردم رفتم تو سوستم چه خبرتونه. یکیشون اومد بره دستشویی، دیدی دستشویی پره، شلوارش کشیده پایین وسط راه آشپزخونه کارش انجام بده. یکی دیگه خواب بیدار میشه به عبارت دیگه نه شاشیده، یکی از خواب بیدار میشه این صحنه رو میبینه و شروع میکنه جیغ زدن. خب چیه بابا داداش داره میگه یارو مامانم کو برادری گفتی برادران لیلا هم یارو میشاشید دیگه تو چیز برادری ها میکنم جیغ نداره. همین صحنه مدل دیگه‌ش هم برای دانش آموز شهر اتفاق میفته. باز ساعت مثلا نیمه شب یه شبیه 3 شبی که اونجا بودیم صدا داد و کوبیدن محکم در میاد. خب بلند میشم میرم بیرون تو راهرو، چه صافتیه واسه بچه بریم مسافره. میرم تو راهرو میبینم اتاق بچهای پای 9 یکی لخت تو راهروی هتله و داره میکوبه به در، ساعت مثلا 1 و 2 شبه میکوبه به در اتاق که تو رو قرآن باز کنی. فقط شورت پاش بود، بروازی در آورده بودن سرش، لباسش در آورده بودن از اتاق پرتش کرده بودن بیرون. یعنی ببین کارت بهم میذاری خونم در نمیومد. ببخشید واکنش تو چی بود؟ دعوا کردی باهاشون یا با آقای لباس خود دعوا دادی؟ میزنه دیگه، همه رو زدی دیگه. من هیچ وقت کسی رو نزدم. الکی نگو. نه جدا نزدم. بعدا حالا اگر که پروموت شده اینا شاگردام میام میبینم چی؟ شاگردام میام میگن که کسی رو زدم یا نه کسی رو نزدم ولی داد زدم. ما بودیم من بودم عصبی میشدم، من میکشتم یکی رو مثلا فکر میکنی ولی کوچولو هم ببین انقدر خنده دارن میکشتم، انقدر خنده دارن اصلا تو خودت تو این لحظه خندت میگیره. یعنی تو سکانسی که میبینی یکی دستشویی کرده وسط راه به اونجا و یکی دیگه شاشیده دیگه خنده دار شاشیده شاشیده بود.
پاره میشی اخه. تو باز اندیدم آره. چرا همه چی اینجوری میبینیم؟ یکی یه سی تعریف میکنه بدترین حالتش تو میبینی. اون چیزی که دوست داری میبینی. ولی عجیبه جدی با بچه سر کله زدن هم کار لیازی. سختیه. من با شما سرکله میزنم اصلا خود میشه. آره یه دقیقه وایسا. ببخشید تو مدرسه حالا به صورت ناشناس دیگه میتونیم اینو بگیم دیگه، بچه‌ای دارین که جزء اکیپ LGBT ها باشن؟ ببین من تو این 6-7 سالی که بودم، 6-7 سال که 94 تا الان میشه 8 سال دیگه، 8 سالی که بودم تا حالا ندیدم. احساس میکنم که قطعا بوده و من نفهمیدم و شاید به این جهته که آماری اگه هنوز قطعا بوده. هنوز مثلا جامعه به اون درک نرسیده که اون آدم این احساسو بکنه که میتونه خودشو مثلا از اون چیزی که هست رو نمایان کنه. احساس که دو تا آدم با هم بوبوجی میکنن؟ نه چیکار بوبوجی. ببین چون این نسل خیلی متفاوته از رو بدی لطفا. خب ببخشید. این نسل خیلی متفاوت از ما زندگی میکنن به این جهت که یه خورده دسترسی هاشون به دنیا بیشتره و الان که VPN دست همه هست دیگه نمیره به این سمت این قضیه. راست میگه زمانهای بخشش واقعا به خاطر اون چیز نه یه اون یکیه. کجاست؟ میدونم پاد مرتضی ها مال اونی که گفتم نیست، اون یه تیکر سری فست فورورد. بعد دیگه مثلا چه چیز عجیبی داشتین تو مدرسه؟ چیزی که پشمام بریزه. اینایی که گفتی خوب نبود. من صحنه رو دیده بودم به جون مامان. یه چیزی میگم که حالا نمیدونم بخواید در بیارید یا یه دقیقه میتونم برم بیام. میتونم یه دقیقه برم بیام. ولی یه سالی یا قانونی اومد که فقط پدر دانش آموز میتونه بیاد پرونده رو بگیره. خب یا ولی قانونیش. و من اصلا نمیدونستم اینو چطوری مادری که میان پرونده بگیرم بگم که باید این کارو بکنن، چون باید امضا بگیری از اون کسی که داره پرونده آموزش پرورش. اصلا قانون اینطوریه که تو پرونده رو وقتی میدی سند دولتیه، تو باید امضا بگیری که اینو تحویل اون آدم دادی که چیزی ازش کم شد بعداً پاسخگو نباشی، رسید میکنی پرونده رو. ولی من نمیدونستم چطوری به اینو بگم که آقا باید پدرش بیاد امضا کنه اسمشو بده نمیدونم فلان. اینم برای من خیلی سنگین بود، سخت بود. کلا این چیزای عجیب غریبو داره دیگه. یعنی دادی بهش آخر سال یا یعنی گفتی بهشون دادی؟ ببین تو گروه اعلام کردم، تو یه گروهی داشتیم، تو اون گروه اعلام کردم که پدر یا ولی قانونی بیاد بگیره و خب بعضا می اومدن دیگه، مثلا 1-2 نفر بود که اومدن و من اینطوری بودم که چی بگم خواهرم. و اگرم که مثلا مثال میزنم یه مشکلی پیش بیاد بعدن سر این قضیه، یعنی مثلا پدر با مادر به اختلاف خورده باشه، مادر اومده باشه پرونده رو گرفته باشه ببره، تو پات گیره این پروسه قرار میگیری که آقا چه خبر آقا پارسا. آره تو پارسا. خب دیگه دیگه چیزی بحث خاصی سوالمون همین بود. خیلی خوش اومدی به پادکست خودت. اسم پادکستتون چی گذاشتین؟ سوال خوبی بود. اسم نداره اسم پادکست بندری، ولی اسم نداره. یه پادکست خیلی خوبه، من خیلی دوست دارم میبینم. تو یوتیوب هست، 2 نفر رپ فارسی رو بیشتر چیز میکنم و خیلی اتفاقات و حواشی مثلا رپو فارسی هم گوش میده. یه اپیزود با پایه داشت خیلی باحاله کلا. من گوش نکردم، فقط تو یوتیوب هست. ولی من پشت فرمون یوتیوب هم خیلی میبینم. ولی یکی دیگه داره. ببین من نمیتونم پشت فرمون بشینم، من صبحونه‌ام پشت فرمون میخورم با چای یا یه تاقار چای میگیرم صبحونه‌ام پشت فرمون میخورم، لقمه‌ام میگیرم میبرم همه رو تو ماشین میخورم، یه ظرف میوه میبرم با خودم چون 120 کیلومتر رانندگی میکنم هر روز دیگه تقریبا. بعد مثلا چایه رو میزنم و لقمه رو میزنم، همزمان داره مثلا یا پادکست یا یه دونه برنامه تو یوتیوب پلی میشه، اونم دارم نگاه میکنم. تو یوتیوب دانلودش هم خیلی خوبه. من یکی بهترین چیزایی که پول دادم خریدم عضویت یوتیوبه. خیلی مثلا میتونی دانلود کنی بهترین کیفیت
دانلود شه، بعد هر موقع خواستی آفلاین گوش بدی. آخه من آنلاین نگاه میکنم دیگه. پولش زیاد میشه. آجی همه جای دنیا استریمینگ، همه جای دنیا استریم میکنم یه خب ویدیو حجم رو. چیز زیاد میشه دیگه. با بهترین کیفیت تو هارد جاده ساوه میخوای چیز کنی. نه ما هارد ذاتمون این شکلی داشت. ذات منم الان گله. انشالله که بچه های شرکت میرسمتون هم چون من همسر مجموعه که میریم چون صورت اینترنت خوبه فقط دارم دانلود میکنم فیلم سری حتی نمیبینی. نمیبینم مثلا فقط ولی آخه دانلود هارد رو علی بکنی. جان تو دنیا همه جای جهان هارد اکسترنال هارد اکسترنال وجود HDD یا نداره. SSD SSD گرونتر از اینترنته. یعنی همه نتفلیکس برای این هست، اصلا یوتیوب ایدش اینه، نمیدونم پادکست کست باکس اینه. دانلود میکنه. چرا ما دانلود میکنیم؟ بقیه دانلود میکنن تو دنیا. آخه بعدم پاک نمیکنی. نه. خب تو که داری همون خورده ویدیوه. دوست خوبم تو که همون حجم داری دانلود میکنی دیگه، اونم همزمان داره دانلود میکنه. نه دانلود با اینترنت اینجا میکنم. اینترنت اینجا آها. نامحدوده. آها چیه اینترنته؟ زیتله. شاتا تو زیتل. وصله همیشه. آره همیشه وصل تو همیشه چی. بعد حجم نداره. چیز سرعتش خوبه. ساعتش چیه؟ نمیدونم. شب بیا اینجا. سرعتش 25 25 مگ بر بیه ثانیه. سرعتش. 25 از مرز 110 دقیقه هم گذاشت. جدی خسته نباشین دوستان. چند باید دقیقه 2 تا می‌کنی؟ گذاشت کنیم. نمیدونم 30 دقیقه ولی بعد. اگه اینو دیدین بدونین که ما از فوتبال اومدیم. قبلش هم کار آقا دیگه داشتیم فراز. میکنیم سر گوست کار بودیم استیو بچه‌ها و مهمون بعدیمون هم استیو هاردیه. خداحافظ.